میبره به عرض، جایی که بوسکتس لحظه صاحب توپ شد. دوباره خود لیونل مسی، پاس خوبه اینیستا، حرکت بازیکن بارسلونا. اینیستا پشت محوطه یه پاس عالی رو میندازه، موقعیت و توی دروازه ژاوی حساب کارو 1-0 میکنه. 10مین دقیقه ژاوی هرناندز. تیکی تاکای بارسا جواب میده در 10 دقیقه ابتدایی و باید هم خوشحال بشه ویکتور والدز. با هم نگاه میکنیم، پاس عالی از اینیستا، فوق العاده بود این پاس. توپو کنترل کرد و از بالای سر ایکر کاسیاس دروازه رو باز میکنه. از اون پاسایی بود که خود ژاوی استادش بود و اینیستا حالا اون ارسال میکنه. بهترین جمله رو پپ گواردیولا در مورد اینیستا گفته. به ژاوی گفته بود که تو جانشین من خواهی بود و اینیستا جانشین هر دوی ما. فوق العاده بود این حرکت. مسی، پدرو باز آوانتاژ میده، پاس فوق العاده به سمت چپ. مقطع بازیکن بارسلونا داوید ویا پا عوض میکنه، از داوی بسته ضربه رو میزنه و گل دوم پدرو میزنه. رئال مادرید 2-0 عقب میفته در نیوکمپ. یه نتیجه باور نکردنی در 18 دقیقه ابتدایی. بارسا 2 رئال مادرید 0. کاسیاس خیلی مطمئن نشون نداد، اما کار قشنگو ویا در سمت چپ انجام داد. با هم نگاه میکنیم، پاس فوق العاده ژاوی، واقعا یه مهندس این ژاوی. حرکت داوید ویا، توپ در دهانه دروازه، مارسلو عقب میمونه و پدرو راحت ترین کار ممکنه انجام میده. پدرو حساب کار رو 2-0 میکنه. مسی پاسو میندازه به داوید ویا، موقعیت عالی و گل سوم داوید ویا به ثمر میرسونه. 3-0 نفع بارسلونا. بارسا موضوع بازی خوب خودش در نیمه دوم با گل سوم میگیره. به مرز انفجار میرسه ورزشگاه نیوکمپ. یه باری با نگاه میکنیم، من فکر کنم آفساید بود. یه نیم بدن جلوتر بود داوید ویا. پاس لیونل مسی و ضربه تمام کننده ویا. 3-0 نفع بارسلونا. ژاوی، پدرو و حالا ویا دار آوانتاژ این صحنه رو. مسی وسط زمین جولان میده، آقایی میکنه، موقع زدن گل چهارم و داوید ویا میزنه. فوق العاده است این تیم بارسلونا. 4-0 نفع بارسلونا. داوید ویا برای دومین بار دروازه کاسیاس رو باز میکنه. هیچکس فکرشو نمیکرد رئال مورینیو 4 گل بخوره. یأس و ناامیدی در چهره تک تک رئالیا موج میزنه و این چهره مغرور ژوزه مورینیوست. چه پاسی دادین لیونل مسی، چه ضربه استادانه‌ای رو زد داوید ویا. پاس فوق‌العاده بود و ضربه استادانه. نگاه کنید که چه میکنه این لیونل مسی. و بین پای کاسیاس عبور داد. طوفانی شروع کرد، 2 گل هم به ثمر رسوند و بعد دیگه اداره کرد بازی رو. رئال مادرید هم 20 دقیقه نیمه اول خیلی خوب بازی کرد. حرکت بازیکن بارسلونا، سانت انجام میشه روی دروازه، یه موقعیت و گل پنجم چه کسی میزنه؟ جفرن 5-0 میکنه حساب کارو. بازی زیبای بارسلونا با گلی توسط کسی تکمیل میشه که هیچ کس فکرش نمیکرد یه دقیقه هم بازی کنه. جفرن 5-0 میکنه حساب کارو. این صدا هم شنیدید، صدای
لپتاپی که موقع من فکر کنم اونم خراب شد. به حال کشته ویکتور والدز رو ملاحظه میکنید. جفرن چقدر خوب زد ضربه‌شو این جفرن سوارز.